به نام خداوند بخشنده مهربان. سوگند به فرشتگانی که جانهای کافران را به شدت بیرون میکشند و سوگند به فرشتگانی که جانهای مؤمنان را به نرمی و آسانی میگیرند و سوگند به فرشتگانی که شناورند و سوگند به فرشتگانی که در اجرای اوامر الهی بر یکدیگر سبقت میگیرند و سوگند به فرشتگانی که به امر الهی کارها را تدبیر میکنند، روزی که سپس از اولین دمیدن در سور زمین و کوها و همه چیز را به لرزه درآید. در پی آن دمیدن دوم حشر بیاید. دلهای در آن روز سخت مضطرب و ترسان است و چشمهای آنان از ترس و شرمساری فرو افتاده است. کافران در دنیا میگویند آیا ما پس از مرگ دوباره به حال اول خود بازگردانیده میشویم؟ آیا هنگامی که استخوان‌های پوسیده شدیم و به خاک تبدیل گشتیم باز هم زنده میشویم؟ گویند اگر چنین وعده درست باشد آنگاه آن بازگشتی زیانبار است. پس آن بازگشت تنها با یک بانگ مهیب است. پس ناگهان همگی بر عرصه زمین محشر ظاهر می شوند. ای پیامبر، آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس طوا ندا داد و فرمود به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است. پس به او بگو آیا می خواهی پاکیزه شوی و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم، آنگاه از او بترسی و فرمان بردار شوی. پس موسی معجزه بزرگ را به او نشان داد، اما او تکذیب کرد و عصیان ورزید. سپس پشت کرد و به کوشش و تلاش علیه او پرداخت. پس قومش را جمع کرد و ندا داد و آنگاه گفت من پروردگار برتر شما هستم. پس الله او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. بیگمان در این واقعه عبرت است برای کسی که از الله می ترسد. آیا آفرینش شما بعد از مرگ سخت‌تر است یا آسمان که الله آن را بنا کرد؟ سقف آن را برافراشت، پس به آن شکل و نظم داد و شبش را تاریک و روزش را روشن گردانید و زمین را بعد از آن گسترانید و از آن آب چشمه ها و چاها و چراگاهش را بیرون آورد و کوه را محکم و استوار بر روی زمین قرار داد. همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است. پس هنگامی که آن حادثه بزرگ قیامت فرا رسد، در آن روز انسان تمام اعمال و تلاش‌های خود را به یاد آورد و جهنم برای هر بیننده آشکار می شود. پس آن کس که طغیان و سرکشی کرده باشد و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده باشد، پس بی تردید جهنم جایگاه اوست. و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بوده و نفس را از هوس باز داشته باشد، پس قطعاً بهشت جایگاه اوست. ای پیامبر، درباره قیامت از تو می پرسند که در چه زمان واقع می شود؟ تو را با یادآوری این سخن چی کار است؟ سرانجام و منتهای علم آن نزد پروردگار توست. ای پیامبر، تو تنها بیم دهنده کسانی هستی که از آن می ترسند. روزی که کافران قیامت را ببینند چنین احساس می کنند که گوی در دنیا جز یک شامگاه یا چاشتگاه درنگ نکردند. راست گفت خداوند بزرگ.